سلام دوستان، به پیجم خیلی خوش اومدید. اومدم امروز براتون کمیک های سر عشق و تنده رو بگم. امیدوارم لذت ببرید. لطفا لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم که با هم داشته باشیم. خب همونطور که تو تصویر میبینید، تایکا وایتیتی مستقیما داستان شخصیت گور قصاب خدایان رو از کمیک سور گاد آف توندر که از بهترین کمیک های گور هست اقتباس کرده. گور مردی است که با وجود التماس از خدایان خانواده‌اش را از دست داده و سپس تصمیم میگیرد و تمام خدایان را سلاخی کند. البته که خانواده او در فیلم تنها به دختر او برای ایجاد تمرکز بیشتر خلاصه شد. خب بریم هم تصویر بعدی رو ببینیم. در داستان فیلم و البته کمیک گور در مقطعی به نکروسورد برخورد کرد و با استفاده از آن به سلاخی خدایان میپردازد. این شمشیر کاملا به کمیک بوک وفادار بوده و همان چیزی است که نال از آن استفاده میکرد. شمشیر نال یکی از ایسترای دنیای کمیک بوک مارول است که پیش از ظهور نور به دنیا حکمرانی میکرد. همچنین او برای عنوان پادشاه سیمبیوت ها شناخته میشد که بسیار شمشیر قدرتمندی بود. خب بریم ما هم تصویر بعدی رو ببینیم. قلمرو سایه یکی دیگر از ایستراک ها و اشارات سور عشق تندر بود. این قلمرو در فیلم به عنوان مکانی متفاوت از دنیا محسوب میشد که هیچ رنگی در آن وجود ندارد. این باعث میشد تا عبارت بیا رنگین کمان را بیاوریم جین فاستر تبدیل به کنایه جذابی شد. در کمیک ها قلمرو سایه یک بعد متفاوت از دنیای اصلی است که مکان حکمرانی نال نیز محسوب می شود. امیدوارم از این کمیک هم لذت برده باشید. بریم با هم تصویر بعدی رو ببینیم که خیلی مهمه. یکی دیگر از ایستراک های فیلم سور عشق و تندر مربوط به دو بز پرنده ای است که به سور هدیه داده شد. طی افسانه ها سور دو بز دارد که عرابای او را در آسمان ها به حرکت در می آورند. این بزها در کمیک های مارول نیز از سال 1976 وجود داشتند و اکنون وارد دنیای سینما مارول شدند. امیدوارم از این کمیک هم لذت برده باشید. بریم با هم تصویر آخر و مهمترینش رو ببینیم. ما در فلش بک های مربوط به رابطه سور و جین متوجه شدیم که سور شماره تلفن نیک فیوری را به عنوان شماره گیری ذخیره کرده. ما نمیتوانیم این دقیقاً بدونیم که این سکانس در چه زمانی قرار دارد. با این حال میدانیم که نیک فیوری پس از وقایع فیلم سرباز زمستان در سال 2014 به صورت مخفیانه فعالیت میکرد. امیدوارم از تماشا ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو قبلی ما رو ندیدید حتما ببینید. نکات و کمیک های هالک بود که خیلی کاربردی و مفید بود. امیدوارم لذت برده باشید از تماشای ویدیو. حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.